قاعده 87 صفات و افعال خالق را تعطیل نکنیم. چی نکنیم؟ تعطیل چی معنا میتن؟ صفات و افعال خالق که تعطیل نمیکنیم، یعنی ما نمیگیم که ما بعضی از صفات الله را و بعضی افعال الله را ما قبول نداریم، مثل که بعضی معتزله و جبریه و قدریه و بعضی گروه ها هستن که اونا باز میگن که ما این صفات قبول نداریم، این صفات ما لفظش قبول داریم معنایش قبول نداریم، این صفات ما به خاطر که تشبیه نشه ما این تعویل میکنیم. متوجه هستین؟ پس ما و شما صفات الله سبحانه و تعالی را چی نمیکنیم؟ تعطیل نمیکنیم. میگیم بله الله سبحانه و تعالی و جاء ربک والملک صفا صفا قبول داریم فعل آمدن الله را، اما کیفیت صفات فعل آمدن الله را ما نمیفهمیم. چه قسم میه ما نمیفهمیم. قبول داریم فعل استوا هست، الرحمن علی العرش استوا، الله بر عرش استوا نمود. ما استوای الله را بر عرش بر اساس می آیات قرآن قبول داریم، اما ما کیفیتش نمیفهمیم. نه تعطیلش میکنیم که بگویم معنایش تغییر میتیم، نه تشبیهش میکنیم با مخلوق که مشبهه شویم، نه تمثیلش میکنیم که ممثله شویم، این کار هم نمیکنیم، و نه معوله نه تعویلش میکنیم، بلکه به مو شکل نه مجسمه نه او را مثل مخلوق فکر میکنیم که او را در فرقه مجسمه داخل شیم. فرقه های گمراه همیا هست، مجسمه، معوله، مشبهه، معطله، اینیا هستن. فهمیدی یعنی؟ پس اینیا فرقه های گمراه هستن. ما هیچ کار نمیکنیم، نه خالق متعال مثل مخلوق تشبیه میکنیم که مثل جسم مخلوق، العیاذ بالله. پس لفظش قبول داریم با معنایش، اما کیفیتش به الله چی میکنیم؟ تفویض. کیفیتش به کی تفویض میکنیم؟ به الله. میگیم که الله خودش کیفیتش میفهمه، ما مخلوق هستیم نمیفهمیم. ظاهر آن که بر ما آمده او را قبول داریم و از او چیز نمیشیم.